سلام بر امت جوراب باف. بچه ها این نخ هندیه، یه بازگشایی از راز این نخ هندی بکنیم، چون از هند میاد بهش میگن نخ هندی. توش هم اگه بتونید بخونید نمیدونم دیده میشه یا نه، اون بالا ماله ها زده مید این ایندیا، به خاطر همین به این میگن نخ هندی. و توش رو نگاه کنید، سی یک لا، سی خط سی ممیز یک نوشته، یعنی نمره سی یک لا هم هست. این آتش بالا چیه بهش چسبیده؟ آقا اینا رو نبینید شما. حالا جنسش چیه؟ جنسش پلی استر ویسکوزه و این تو هم نوشته پی وی 65% پلی استر 35% ویسکوز. حالا جوراب بافای ما تو ایران دارن چی کار میکنن؟ کار خیلی بدی که دارن انجام میدن، نخ پلی استر یکسیه، ببخشید نخ پلی استر ویسکوز یکسیه 65 35 رو میگیرن، میگن آقا نخ هندی. آقا نخ هندی به نخی که از هند میاد میگن نخ هندی. جنسش مسئله ای نداره. شما اگه نخ ایرانی داری استفاده میکنی هم جنس نخ هندیه، اسمش دیگه نمیشه نخ هندی، میشه نخ ایرانی جنس پلی استر ویسکوز. تولید کننده‌های جوراب ما میان نخ ایرانی پلی استر ویسکوز رو میخرن میبافن، نخ خوبی هم هستا و این جوراب رو به اسم جوراب نخ هندی میفروشن. بچه ها این کارو نکنید، کیفیتا تفاوت با هم دیگه دارن. کلاه شری رو هم دیگه سر هم دیگه نذارید. نخی که از هند میاد اسمش نخ هندیه، نخ ایرانی هیچ موقع نمیتونه هندی باشه. بعد اگه نمیدونید ویسکوس چیه، دانشمندان نشستن با هم دیگه فکر کردن، دیدن آقا ملت طالب پنبه، کشت پنبه هم کمه پس قیمتش بالاست، اومدن از تنه درختان مثل اوکالیپتوس مثل بامبو. حاجی گفتم نخ بامبو، نخ بامبو هم یه داستانی داره، خیلی دارن سر مردم شیره میمالن. آقا از بامبو میان سلولوز استخراج میکنن یا از تنه درختان، از اون سلولوز میان نخ تولید میکنن و این میشه یه نخ طبیعی که به صورت شیمیایی یا مصنوعی تولید شده. و جالبه ساختار پلیمری پنبه از سلولوزه، پس میشه گفت که آقا این ویسکوزی که من دارم تولید میکنم و ارزون ترم هست، بهش بگیم آقا پنبه مصنوعی که ساختار شیمیاییش با سلولوزه و ارزونتره، خیلی هم ارزونتره، یه خوردم براقتره، اما رو پوشاک رو لباس همسالا هم از نوع براق اون زیاد استفاده نمیشه، چون خوردش میکنن یه خورده ماتر میشه. پس نخ هندی شد نخی که از هند میاد. ویسکوز هم همون جنسن پنبه است اما به صورت شیمیایی تولید شده. موفق باشید.